چه اتفاقی رخ میده که از شعر صایب آملی مانند عشق را شرحی نبود و نیست شرح، عشق را لایق شدن بی شرح شرح، یا مانند شعر سعدی بزرگوار گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. رسیدیم به نقطه‌ای که در تمام فضای حقیقی و جامعه امروزین ما عشق رو به معنای یک تملک یا کلمه مانند با دوستانمون رفته بودیم چند روزی رو به عشق و حال بگذرونیم رسیم. عشق چیه؟ آیا میتونیم از اون پرهیز کنیم؟ آیا سبب اعتلای ماست یا سبب شکسته شدن غرور یا عزت نفس آدمی؟ من عماد فرحنیا هستم و امروز در مورد یکی از پیچیده ترین و در این حال ملموس ترین مفاهیم زندگی ما، عشق، با شما صحبت خواهم کرد. مفهوم عشق مفهومی است که در تمام ادبیات، عرفان و فلسفه ما و به طور کلی مشرق زمین هزاره‌های متمادی ساری و جاری بوده. عشقی که انسان‌ها با اون زندگی خانوادگی تشکیل دادن، اما معنایی به مراتب عمیق‌تر در اون وجود داشته. عشق واژه‌ای بوده که تمام ادبیات و عرفان ما آکنده از اونه. مفهوم تملک در اون جایی نداره، یعنی اینطور نیست که شما به محض اینکه به وصال معشوق برسید عشق کارش تمام بشه. مفهوم عشق مفهومی نیست که در اون انسان قراره به یک دستاورد مادی برسه. مفهوم عشق مفهومی نبوده که در اون انسان بخواد از طریق عشق یک لذت کوتاه مدت رو تجربه بکنه. من نمیگم این نگاه کاملی بوده، خوب بوده یا بد بوده. فقط دارم در توصیف اون چی که به عنوان عشق در ادبیات، عرفان ما و فلسفه و کلام وجود داشته یک خاستگاه آغاز میکنیم تا به مفهوم عشق در دنیای امروز بپردازیم. اگر تمام ادبیات و عرفان ما رو یک نگاه اجمالی بهش بندازیم، ببینیم که عشق در تمام این تصوف، عرفان و ادبیات یک مفهوم به غایت ژرف، پیچیده و تعالی دهنده است. حتی زمانی که سخن از این گفته میشه که معشوق مدام در خودش میشکنه، مدام در خودش احساس عجز و لابه داره، اما نوعی تعالی در وجود او شکل میگیره. چرا که مفهوم عشق اساساً قرار نیست به انسان یک دستاورد مادی بده. مفهوم عشق قرار نیست انسان رو سری میون سرها بکنه که در اون بخواد به دیگران تفاخر بکنه. عشق مفهومی نبوده که انسان بخواد با اون یک لذت کوتاه مدت و مقطعی رو تجربه بکنه و بعد بگه من عشق کردم. واژه‌ای که امروز شما به وفور در جامعه ما و در زبان ما اون رو شاهدید. اون چی که عرفان به عنوان عشق از اون مراد میکنه اساساً یک مفهوم بسیار بسیار متعالیه، اما در این حال همه انسان ها توانایی و استحقاق تجربه اون رو دارن. مفهومی است به غایت چند لایه، همونطوری که حافظ میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. اشاره داره به این که هیچ راه گریزی جز عاشقی برای انسان در جهان هستی متصور هم نمیشه و این عشقی که به انسان مسیری رو برای ابدی شدن، جاودانگی و برون رفت از جهان تکراری و ملال‌آور پیرامونش میده. اما همین مسیر در روانشناسی مدرن به شکل دیگری متجلی میشه. از اواخر قرن 19 که چیزی به اسم روانکاوی در آرا و اندیشه های زیگموند فروید، اندیشمند بسیار بزرگ
اتریشی متبلور میشه، یک خاستگاه مشخص برای نیازهای انسانی شروع به هویدا شدن میکنه. زیگموند فروید سعی کرد تمامی نیازهای انسان رو به ساده ترین شکل و ملموس ترین شکل اون صورتبندی بکنه. از دیدگاه فروید مفهومی به نام اضطراب اساساً بعد از تولد انسان به مرور متولد میشه. چطور؟ مفهوم اضطراب از دست دادن اولین مراقب زندگی که این برای یک پسر معمولاً در وجود مادر متجلی میشه و برای یک دختر بعدها به شکل متفاوتی در وجود پدر متجلی میشه و این اضطراب با انسان میمونه تا زمانی که در ادوار بعد زندگیش و بعد در دوره بلوغ و بعد از اون با مفهوم عشق در هم تنیده میشه. این دلهره و اضطراب اصلی ترین مفهوم و عمیق ترین لایه واژه‌ای به نام عشق در زندگیه. اولا میخوام امروز به یک واقعیت تا حدی متفاوت اشاره بکنم که با مباحث پیشینمون خب تفاوت داره. ما عمدتاً در این برنامه بسیاری از مفاهیم و شخصیت‌های تاریخی رو بررسی و تحلیل خواهیم کرد، اما در ابتدا این وعده رو داریم که بر اساس موضوعاتی که عزیزان در مورد اون پرسش دارن هم برنامه خواهیم داشت. اگر مفهوم دلهره و اضطراب رو در خصوص عشق به عنوان پله آغازین این مفهوم در نظر بگیریم، دو وجه از این اضطراب رو میتونیم در هر گونه عشقی تجربه بکنیم. نخست این که اضطراب ناشی از این که معشوق به این فکر میکنه که از دیدگاه عاشق یا از دیدگاه معشوق چه نگاهی به اون میشه، در واقع در دید اون دیگری یا در واقع ابژه دیگری اون چه جایگاهی داره. این پرسش اصلی ترین مفهوم اضطراب در ذهن فرد در خصوص عشق. اینکه من در دیدگاه او چه هستم باعث میشه که من چگونه رفتار بکنم. اما به محض اینکه این عشق میان دو نفر در قالب معاشقه شکل میگیره، حالا اضطراب دیگری شکل میگیره درون وجود انسان و اون اینکه زین پس هر لحظه امکان از کف رفتن معشوق در زندگی واقعی و عینی وجود داره و چیزی که ما به شدت با اون مواجهیم اینه که اتفاقاً این به دست آوردنها و از کف دادنها در دنیای معاصر ما بسیار بیش از اون چیزی است که در جهان گذشته از اون میتونیم استنتاج بکنیم. یعنی اون چیزی که در 7 قرن پیش در دوران شاعران بزرگ ما 8 قرن پیش یا 1000 سال قبل وجود داره در آرا و اندیشه های احمد غزالی گرفته تا دوره حافظ، آیا اینقدر عشق مفهوم پرتکرار بوده؟ آیا آدم ها به فاصله طرفة العین ظرف چند روز، چند هفته یا بعضا چند ساعت معشوق خودشون رو تغییر میدادن؟ این یکی از اصلی ترین پرسش هاست که اساساً آیا مفهوم عشق برای آدم ها در دوران گذشته هم اینقدر متکثر و پرتکرار بوده؟ آیا آدم ها در یک دوره کوتاه به یک آدمی دل می‌بستند و بلافاصله بعد از اون به سراغ دیگری می‌رفتند؟ پاسخ این است که قطعاً اینطور نبوده و یکی از اصلی ترین معماهایی که ما امروز باهاش مواجهیم اتفاقاً در این نقطه نهفته است. ببینید عزیزان، شما امروز تعداد زیادی از وسایل ارتباطی برای ارتباط با فردی که مورد علاقه شماست دارید. تصویر اون میتونید هر لحظه اراده بکنید ببینید. صدای او رو هر لحظه که بخواید بشنوید. میتونید در هر نقطه‌ای از جهان که باشه بدون هیچ واسطه‌ای با اون ملاقات مجازی داشته باشید. آزادی‌های جنسی که برای انسان امروز وجود داره خب تا حد زیادی به مراتب بیش از دوران گذشته است. اما وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم در ادوار گذشته که تنها وسیله ارتباط آدم‌ها عمدتاً نامه بود و اون هم تازه در یک دوران
بسیار متأخری این ارتباط شکل گرفت، یک فرد میتونست چندین سال و یا 1 یا 2 دهه منتظر محبوب یا معشوقی بمونه که فقط در طول عمرش 1 یا 2 بار دیده. حتی از زنده بودن یا مرده بودن او نیز مطلع نبود. معشوقی که فرد رو 1 بار در دمشق در یکی از شهرهای خاورمیانه اروپا دیده بود و بعد به سفر میرفت یا به دلیل جنگ از هم جدا میشدن. اما در تمامی قاموس مکتوب ادبیات، عرفان و تواریخ ما شاهدیم که نوعی انتظار در ذهن معشوق شکل می‌گیره. اینکه چطور میشه ما از چنین مفهوم عشقی میرسیم به یک مفهوم تا این حد متکثر رو من سعی میکنم تا حدی برای شما مشخص کنم. نخست این که اساساً اون چیزی که ما به عنوان انسان میتونیم در دسترس خودمون ببینیم و تکرار بکنیم اساساً به مرور برای ما جایگاه و اهمیت رو از دست میده. ما وقتی یک چیزی رو در اختیار داریم و میدونیم که به راحتی میتونیم او رو برای دفعات و مکررن داشته باشیم، چندان اهمیتی نمیدیم که ممکنه در آینده این فرد رو برای همیشه از دست بدیم. از اون مهمتر، از زمانی که فروید شروع کرد به نگارش آثارش، مخصوصاً در نخستین اثر عظیم خودش تعبیر رویا، به این مفهوم میپردازی که انسان اضطرابی رو با خودش داره و مدام این اضطراب رو در جهان اجتماعی با خودش حمل میکنه. این اضطراب زایده دورانی است که انسان در طفولیت در حیات خانوادگی خودش داره تجربه میکنه. نشانه هایی هم داره، اما به محض اینکه انسان وارد جهان بزرگسالی و بلوغ میشه، این اضطراب در مفهوم عشق تجلی پیدا میکنه. انسان تصورش بر اینه که یک بخشی از وجود کسی که دوست داره رو شناخته و نسبت به اون فضائل به او علاقه پیدا کرده، اما در کمال تأسف این چنین نیست. ژاک لاکان، فیلسوف و روانشناس بزرگ فرانسوی، یه تعبیر بسیار جالبی در این مورد داره. میگه زمانی که یک عاشق شروع به نامه نوشتن به معشوق خودش میکنه، در حقیقت او با هیچ کس سخن نمیگه دوست خودش. در حقیقت فراتر از این، انسان زمانی که نسبت به فردی احساس عشق رو تجربه میکنه و ویژگی‌هایی رو در او عاشقانه دوستی می‌داره، اتفاقاً در اغلب مواقع نه این ویژگی‌ها درون معشوق وجود داره نه آن خصائص. یعنی بیشترین نقطه اتکای مفهوم عشق نوع حیات ذهنی فرد عاشقه، نه ویژگی‌های معشوق. شاید از این موضوع شما تعجب بکنید که چطور میشه انسان مفهوم عشق رو بیشتر در درون خودش شکل میده و میسازه. حالا اینجاست که من یک مثال خیلی جالب براتون میزنم. یکی از آثار مهم روانشناسی مدرن، خصوصا در عرصه روانکاوی، پژوهش‌هایی است که از دوران فروید و بعد از اون لاکان انجام شد. میگوید زمانی که یک فرد به فردی علاقه داره و امکان نوشتن نامه‌های عاشقانه و سوزناک به او رو نداشته و از فرد دیگری که توانایی نویسندگی خوبی داشته کمک گرفته، بعدها هر دو این افراد نسبت به کسانی که این نامه رو نوشتن و پاسخ دادن احساس عشق رو تجربه کردن. یعنی اینکه حتی نگارنده نامه‌ای که اون معشوق رو ندیده و نمیشناخته، به مرور در نامه ها عاشق او شده و کسی که به سفارش دوستش یا عزیزش شروع به نوشتن این نامه ها میکرده، آرام آرام عاشق تصویری از فرد میشه که در پاسخ نامه ها متجلی بود. شاید یکی از ملموس‌ترین انواع این رو شما در نمایشنامه‌هایی در غرب و آثار سینمایی میبینید. فردی که از جهان بیرونی به فردی نامه می‌نویسه و هیچ تصوری هم از اون نداره، آرام آرام ویژگی‌هایی رو در فرد کشف می‌کنه که در واقع
خاستگاهی درون ذهن خود او دارد. به چه معنا؟ به این معنا که ممکنه فردی عاشق دختری باشه که این دختر اساساً از دید او بسیار بسیار بزرگزاده، با مناعت طبع و وفاداره، یا بانوی دل در گرو عشق مردی ببنده که او رو به شدت عاشق پیشه و حامی میدونه.